کودک ولی میگه عقلش پره نیست یا که قهرش کرد یه پدر گفت آخه او خونه سوخته گز سگ گز ایده ترام دندون داری که آخه ترام نگشتی بگزش بدبخته پای صحرانشین گزید با خشم که زهرش زیدندون چکید شب از درد بیچاره خوابش نبرد یک صحرانشین سگ پوش میگزد امی گزیدن سگ بسیار خطرناک است دیده ای که اگر کسی را سگ بگزه در گرد نوفش چندین کل میزنند خیلی وقت موضوع میشوند بیچاره از شدت درد میگه شب خوابش نبود شب از درد بیچاره خوابش نبود با خیل اندرش دختری بود خورد پدر را جفا کرده تندین همود که آخر تو را نیز زندان نبود یا دخترچه خورد داشته است همون فرزند کنجکیش فرزند کنجکی بسیار عزیز بشود همون کودکک ولی میگه عقلش پره نیست یا که قهرش کرد یه پدر گفت آخه او خونه سوخته گز سگ گز ایده ترام دندون داری که آخه ترام نگشتی بگزش بدبخت یه پاستا برای با قوت کردن مردانگی بدن شخصانی که بفرزندن بلند برداشتن فویز سپرما منی خنک گرفتگی پا و رگ میکشیدگی پا و همچنین برای حوصله را بلند کردن کلکوین یکی از مزهای بهترین برای درمان دردهای پا، دستمیان، بوغم، رکشی خنک گرفتگی و ریماتیسم. روغن خلبه برای مشکلی پروستاتا همچنین برای خنک گرفتگی گرده، پیشابدان، سنگون، نمک گرده و پیشابدان رو هم تازه میکند. طبیب در همون جا بدست نزدش میبرنش میگه این کرده عادت شو همین برگی تک خوریه یعنی برگی تک خوردن اصلا همین عادت همین کرده های حالی ارمنیا یک خوراک دارن که دلما همین دلما را همین کرده به فکر گرفتگی است همین خوراک ملی شونایده به این کرده را همون برگی تک هر چیزی که به همین تک ببستگی دارن از بس که گفتی همین برگی تک میخوره و عادت شمی است این مردم کرده این اگر تا سحر زنده مونه من تعجب میکنم با یک لقمه افتاد شد در روده پیچ همه عمری نادان بروید به هیچ اگر به شرط هم یک لقمه نجوب روا خلاص وقتی دیگه زندگی یک دم نمیپویه آدم دم میگن درم یه لحظه جانت میبروید حضرت میگه قضا رو طبیب اندر آن شب بیمرد 40 سال از این رفته زنده است قدرت پروردگار میگه طبیب همون شب مرد 40 سال گذشته است این کردالی را گشته اوغی مرگ حیات در دست پروردگار است و ما تدری نفس ما دا تکسب و غدا کسی نمیدونه که پگه به او چی واقعه رخ میده و ما تدری نفس به ای ارض تموت هیچ کس نمیدونه که در کدام زمین در چه حال و در چه وضعیت میمونه ولی مرد قدری خدا یا اخی که ساعت شما دیگه خداوند با کسی مشورت نمیکنه با کسل بیماری میکشم یا مثلا در صدمات نقلیاتی میغلطی میبری یا که مقصد که یگان سبب دیگه میشوه اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون همون وقت ساعت اجل اومد دیگه به انسان یگان لحظه دیگه اجازه داده نمیشه واقعا یک طرفت العین دیگه رخصتت نمیتن اگه خشو به قول کسی که وقتی رفت تیار است آمادگی داره کلواری سفرش همراهش است با خدا قسم این آدما با خشنودی و خرسندی میروند دیگه در قلب ارمان ندارن وای وای به حال کسی که تنبلی میکنه کاری امروزه را به فردا میگذاره چیزی را که امروز انجام دادنش امکان داره ترکش میکنه که خیلی پگه درهای جنت وا بود امروز از بیدماغی گفته این فردا خدای تعالی درهای جنت هم میگه برامون باز کرده است تمام شرایط امکانیت برامون فراهم آورده است از روی تنبلی و از روی بخشی به فرد و فرد دیگه انت موقفش میگذاریم این کار اصلا از روی خیرات نیست از روی عقل نیست حیات به نهایت مهم لازم است دنیا زمین کشت آخرت است مزرعه آخرت است جو کاریدی جو میگیری گندم کاریدی گندم میگیری اگر خور کاریدی خور میگیری عجیب شمی است که بعدی از دنیا رفتن تم اگر عمل خیر نکرد مونده باشه نوم تا به نیکی یاد میگیرن به خیر یادت میکنن نیکی اگر به شرطی که کارای ناخوش ناخوبت مونده باشه همین به یاد کسی راستی لعنت میکنن و لعنت یادت میکنن اگر لعنت هم که نگه اصلا در اسلام لعنت گفتن مرده ها را مقصد که سخنهای قبیح گفتن خوب نیست برای که جواب سوالشون کردیم اما به هر وجه میگن که آدمی خوب نبود خود جوان مردی نداشت
سعی کردن در کار که همین دنیا کیروی نداره آخی. شیخ حکیم فردوسی میگه بیا تا جهان را به بد نسپاریم، با کوشش همه دست نیکی بریم، نماند بجز نیک بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار. غیر همین نیکی و بدی انسان چیزی باقی نمیمونه. شخصی عاقل شخصی را میگن که از اون نیکی و خیر یادگار. درباره ارزش های معنوی، ارزش های ملی، ارزش های گذشته ها گپ زدن نداره. تعجب ده بابا کلان ایتو کاستومی ورساچی میپوشیدن که جیلک پوشت تانه میزنی. اگه خدای تعالی کسی را هدایت نکنه هیچ سخن تاثیرش نمیکنه. اما با خدا قسم من امیرا به شأن خودم زیبانده نمیدونم. من میدونم که برای همین طایفه مردم سخن حیف است. من همین آدم لایق گپ خودم نمیدونم. حضرت شیخ سعدی خدا رحمت مغفرتش کنه میگه سگ پای صحرانشین گزید، به خشم که زهرش زیدندون چکید، شب از در بیچاره خوابش نبرد. یک صحرانشین سگ پوش میگزه. همین گزیدن سگ بسیار خطرناک است. دیده که اگر کسی را سگ بگزه در گرد نوفش چندین اوکال میزنن، خیلی وقت موضوع میشوند. بیچاره از شدت درد میگه شب خوابش نبود. شب از درد بیچاره خوابش نبود. به خیل اندرش دختری بود خورد، پدر را جفا کرده تندین همود، که آخر تو را نیز زندان نبود. یا دخترچه خورد داشته است، همون فرزند کنجکیش. فرزند کنجکی بسیار عزیز میشود. همون کودکک ولی میگه عقلش پره نیست. یکی قهرش کرد. یه پدر گفت آخه او خونه سوخته گز سگ گزیده ترام دندون داری که آخه ترام نگشتی بگزش بدبخته. پس از گریه مردی پراکنده روز، بخندید که مومک دلفروز، محال است اگر تیغ بر سر خرم، که دندون به پای سگ اندر برم. میگه همون جانش تنگی داره، در گپای کودک خندش گرفت. بچه جان گفت اگر تیغ در سرم که بزنن من پای سگ نمیگزم. توان کرد با ناکسان بدرگی، ولی که نباید زی مردم سگی. همین ناکسا میشوه که خطش همتری رفتاری درشت کنی، نه که انسان باید سگ نشوه. انسان از سگ فرق میکنه، ولی که نباید زی مردم سگی. سبحان الله. من همین خدا را سپاسگزارم، شکرانه نعمت پروردگارم میکنم که به همین بزدلا وظیفه و منصبای بلند نصیب نمیگردونم. همیو را امکانای فراخ و وسیع نمیده و ایلو به خدا قسم بلوی سری مردم بلا و آفتای می آوردن، فتنه های را برپا میکردن. اما الحمدلله رب العالمین که گربه مسکین اگر پر داشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. اند شاخی گاو اگر خر داشتی، هیچ کس را پیش خود نگذاشتی. خداوند آداب اخلاق با آموزونه. اصلا انسان با اخلاق و آدابش زیبنده است. انسان از روی همین گپی میزدگیش نسبتش قضاوت میکنن. گپی خوب که گفتی خوبت میگن، بد که گفتی بدت میگن. المرء مخبوب تحت لسانه لا تحت طیلسانه. مرد همیشه در پشت زبان شای، در زیر لباسش نیست. مرد پنهان بود به زیر زبان، تا نگوید سخن ندانندش، نگوید لبیب خوانندش، زیشت گوید سفه دانندش. وقتی که سخن گفتی، اگر سخن خوب گفتی، سخن پرمضمون گفتی، سخن با حکمت گفتی، میگن حقیقتا خدا پدر و مادرش رحمت کنه که همین آدمی خوب بوده است، عالم بوده است، عاقل بوده است. اما اگر همین از زبان دشنام و قباحت اهانت که برآمد، میگن همین هیچ آدم نبوده است و هیچ کس نبوده است. خداوند آداب و اخلاق برامون نصیب روزی بگردونه. اصلا این دین اسلام دینی با ادب است. سروری تمام با ادب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است که خدای بزرگ با وجود این قدر معجزه‌ای که حضرت صلی الله علیه و سلم داره، با وجود اون که تمام نشانه‌های کمال انسانی را خدای تعالی براش نصیب گردونده است، در قرآن با انمی آداب و اخلاق ستایشش میکنه. و اینک لعلی خلق عظیم.
ای محمد صلی الله علیه و سلم بدرستی که تو اخلاق بزرگ حمیده ای داری. مصطفی را هزار معجزه بود که به مردم همه نمود مقیم، بهترین هزار معجزه اش ادب نیک بود و خلق عظیم. خداوند محفل مبارک بگردونه. الله بیار یه توی نکاحی که ما و شما دعوت شده ایم، اولا ایرا برای پدر و مادر عروس، بعدم برای همین خواهرمون که توی عروسی دارد، از برای برادرایی که در این محفل خیر شرکت دارند، از برای مسلمانای این دهه تبریک و تهنیت میگوییم و امید آرزوی تمنای او را داریم که پروردگار بین عروس و بین شهبچه الفت، مودت، محبت و خیر برقرار سازد. خداوند از دامانش و فرزندای خوب، صالح، عالم و قاری و محیب و با ادب به دنیا بیارد تا جامعه را اصلاح کنند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.